سلام. و علیکم بر سلام. بچه ها سوزید چینجین؟ سلامتیتون خوبه؟ رحمان مالیم. خوب چی نوز میشین؟ من مربی نوی شما معلم ورزش اوید با بوکس چمپیون سکرتاینا در تمام جهان زینالدین فخرالدین. شما همتون میدونین که ورزش با سلامتی آدم چقدر فایده داره. فایده کلان داره. فهمیدین؟ وقتی که آدم جسمان انکشاف می‌یابد، معاینه سرشان انکشاف می‌یابد. وقتی که معاینه سر انکشاف یافت، آدم با سواد می‌شود، با فرهنگ می‌شود، با مدنیت می‌شود، دانا می‌شود، بعد زور می‌شود. تمام جهان می‌شناسش. ای پشت چی؟ ای پشت ورزش، ای پشت صنعت، فرهنگ، ای پشت دانگیش. بچه‌ها مقصد از ساختن ساختمان‌های ورزشی، اینقدر تالارهای ورزشی، میدانچه‌های ورزشی برای آن بود که همه جوانای ما انکشاف بیابند، همه وقت با ورزش مشغول شوند، از کارهای بیهوده دستکشی کنند، با ورزش مشغول شوند. چنانکه گفتند ورزش گرد سلامتی است. تو چی بود لباسای ورزشی نداری؟ مالیم جان آخی فرمی ورزشی ندارم. او خیلی ندارم خیلی نمیشود. ندارم. درس دیگه با لباسای ورزشی بینم. مالیم جان اتایما سلامتون گفت. دختر جان اتای چی کاره؟ اتایما کارکنی گایی بدهه. بازرسی دولتی اتومبیلی؟ کارگر زور بوده که اتای. زندگی چی خیلی بند زندگی؟ زندگی من مالیم اتام سهر ای خانه دستی خالی میبرویه، شب دستی پر میدرویه. مالیم زندگی من ایری میلیون ای. زور بوده کو؟ سلامت باشه بود. سلامت باشه. سلامش بگو. اتای تی چی نگو؟ اتای من چی نگفتن؟ اتای تی چی کاره بود؟ اتای من لیسنس کار میکنم مالیم جان. اتای تا هم زور بوده کو کروش؟ همین گاهی قطعاتش خیلی زور بوده. زندگی چی خیلی باید زندگی؟ مالیم جان اگر زندگی و یا ایری میلیون باشه، زندگی ما ایری 2 میلیون ای. اتاری که باشه سلامش بگو. ایلوم زینالدین فخرالدین معلم ورزش سکرتر چمپیون بگو. فهمیدی؟ مالیم. خانده تبزه. اتای تی چی کاره؟ اتای من تاکسیست. تاکسیستن؟ زندگی چی خیلی زندگی؟ مالیم جان اگر اتای حد امین باشن زندگی ما ایروی 3 میلیون میشه. Havam salkın xşu, ne kim xırık şide serus torus havu. Hava man girmişəm ki. Ha? Man girmişəm. Bu hava xırık ay giri. Bu mümkün. Giri. Jonya savor. Ne ya ki farz kardem ki tu girip şidi. Badasti rostuk povekini ya badasti çapıt povekini. دیونه‌ای با دستی چپ تو میکنم. اتخاذ دیوونه‌ای. برای چی؟ و تو باید به یک نمولچه‌ها پا میکردی. نمی علافورا رزونجان عقل ندارن که نمی علافورا بروان. اونا مردم تو سودای بازار از بس کن با سودای عرب بیزنس در گذاشتن. فخرالدین جان. سرکت. او فخرالدین. بیا همین دروازه کلان تو هوی کنی چون میکنم؟ یا در بچی مای در که گرفته هوی کرده در دیوال زده بگرده مامی جان. های بله السلام علیکم یانگا. السلام علیکم. این ای شبی. یه وقتی بلند کروزر میگرد توزی باشه با بلیگ میگردن. تو میبخشی یانگا جان شما وقتش ده پلیسوز خیلی توضیح میکنن ولی جوروی حولی روی دیگه گذاشته. میبخشی شما بیزنس می بود. حوزی علاف بیزنس در گذاشته گیه. آخی من بیزنسمن بودم که آخی. ولیگ دیگه گذاشته تو اگه جو میدونی که ولیگ در چی و فایده داره.
السلام علیکم فخری جون Валиком, био. نغزی سازی Нешасо, чу кади кинҷи? Як сомон 50 дирам. آکی فخری میگم با تنگ بازی دیگه گذاشتی Инам тангаи маъшара ҷамъ кардам. Ида бигум чи нест, пиёда рафта наметонам дига. Дар по на ҳаракат монда, Саъди ҷон, дар киса на баракат. این روز میگه همین سالی اومد که تو هر سال این وقتی کو به خاطر دست میرفتیم اوه. دیگه دولتو آدیخ میکردیم تمام جون. با اوس تجارت میگرفتیم میوردیم اینجا سودا میکردیم ماشین میگرفتیم میوردیم میفروختیم با خودمون هر یک ماشین میخریدیم برای خودمون ӣ бовар ки чизе мехостем мекардем ха бизнесур буд охе инсон ҳечи соли бебарор ям чи айдас мо номад ягон чикор кардан натонистам роби нем ха танга монда намедонам чикор кунам این باور که در کیسکومون هم پول نمونده یگو نمی ایزایمی ایزیقه نمیدونم چیکار کنم шаво хом намебарад бовар ки айзиқир айнами ҳеч мурдай бизнес ҳама мурд хом нест хом намебарад и паҳла мегардам и паҳла мегардам сарам вайрона бовар кар باور که فخری جان مرا نمیگی پسیخ شیدم پسیخ نرویم نمیبردارم саъди ҷон тура шаво хом мебарад این نپرس فخری جان نپرس مرا شما رنگ گودکا خواه میبرم во чӣ хелӣ 5 minut پس این خواه میخیزم گری میکنم کجا میگردی؟ کجا میگردی؟ خب چو کردی تو؟ اینستاگرام روندی؟ راستی هم برای نسترنی هم دیگه اینستاگرام هم دارم سایتون چو کردی چی بود؟ چی خزی کزاروی؟ اینستاگرام دزیدم چخیره نفهمیدم اینم خیلی سایت دزیدم سایت اینستاگرام دزیدم سایت اینستاگرام نیستن 60,000 odam barbod rabudi 60,000 подписчик دوینیم стадیون پوری آدم مخلیص برباد رفت چخیلی برادری چخیلی رفیقی یه بار نمیپرسی دیگه خمام نسترنیوم نیست سادی جون اینه تو برادر شده من یه بار بپرسی آنگلو دارم تو چی بازی خوخی؟ نپرس سادی جون اینه ماشین رو بردم در ستیانکا که پایان خودم دا همونجای پارکوفکا در استادیون دا همونجا دا همون چی دا ماشین رو موندم من ترا چه بار نصیحت کردم که هم پارکوفکا پیش همون دوم دا نما این سگیروی دوم خوده می نیستم همش دیدم مایتافون تو میدزم مگنیتافون دردی بخیر ای سادی جان مگنیتافون مالی ما بردم ماشین رو در همونجای پارکوفکا موندم در ستیانکا در تلاش کلام نویستیم که این ماشینی من مگنیتافون نداره با چی بازی خوخی؟ مغازه رفتم خرید کردم آمدم که ماشینم نیست در جای ماشینم حرفای کلام کتی نویستن که زیق نشه برادر ما خودمون در این ماشین مگنیتافون خریدم میچسبونیم